این غذا کردیه ولی فکر کنم از هر جای دنیا بخورن عاشقش بشن، از بس که خوبه. به خدا ریختش نگاه کن تو اصلا. اسمش هم هست کوفته سماق کردی با قلب قرمز کردن سیدادت. دل هممونو بردی به خدا، جدی میگم. ببین بریم با هم درستش کنیم. به خدا خیلی خوشمزه میشه. کردا ببینم خوبه یا نه، امتیاز میخوام. فرقی نمیکنه از کجای، همین الان سیفش کجا به ذائقه هممون میخوره. کافیه سینه و رون مرغو با هم دیگه مخلوط بکنی. میتونی رون تنها هم بذاری، پیازا رو آبشو بگیری بهش اضافه کنی، پاپریکا، نمک، فلفل، زردچوبه، 2 قاشق پودر سوخاری، مرغات اضافه کنی و خوب ورزش بدی. بعد همینجوری که ما دارم شکلش میدم شما هم شکل بدی. شکل دیگه هم خاصی بدی هیچ اشکالی نداره، اصلا شکل مهم نیست، طعمه که حرف اول میزنه. بعدش دونه دونه همش سرخ کن قشنگ به حوصله که همش سرخ بشه. شعله چند که داخلش هم سرخ بشه. اینا سرخ میشه. این رو حال چطور؟ حالت خوبه؟ خدایی حالت خوب باشه. خب اما این سسشه که فرقشه ها. نگاه بکنی سماق، شکر به علاوه رب انار رو با آب جوش قاطی کنی، پیازاتونو که خلالی کردین سرخ کنی، بهش هویج خلالی هم اضافه کنی. خوب که سرخ شد بهش نمک و زردچوبه اضافه کنید و یکم هم رب بذاری سرخ که شد. تموم که شد اون سس رو بیارید اضافه کنید. آره اینجا قشنگ سستو که اضافه کردی و قلقل که افتاد، مرغاش تو روش بچین و درشو ببند. تمام. خوشتون اومد؟ چقدر روون آموزشتون دادم. تو پیج ما همش همینطوره. بیا داخل پیج، ضرر نمی‌کنی. از دور I love you.